شاهزاده مسلم جان هستم. دانشجو و بستانشناس. خواستم درباره یادگاری‌های تاریخی قبادیان به شما معلومات بدم. در اول می‌خواهم که درباره خود قبادیان کمی به شما معلومات بدم و بعدا یک کمی به یادگاری‌ها. قبادیان همچون شهر در عصرهای 6 تا میلاد تأسیس یافته است. این شهر در وادی بین دریاهای پنج و کافرنیهان جای گرفته شده بود. در عهد قدیم حدود قبادیان و اطراف آن به هیئت دولت باختر ثانی‌تر قسمت ایمپری هخامنشی‌ها را تشکیل می‌داد. قبادیان قدیمترین سرزمین نه تنها تاجیکستان آسیای مرکزی بلکه شرق جهان به شمار می‌رود. در این سرزمین یادگاری‌های بیشمار از زمان‌های قدیمترین تا به امروز وجود دارد که متاسفانه تا حال یگان پژوهشگر ساحه تاریخ تعداد عمیق آن را معین نکرده. در نتیجه کارهای پرثمر باستانشناسان شوروی در حدود ناحیه قبادیان امروزه 4 یادگاری‌های معماری و 22 یادگاری باستانشناسی کشف و آموخته شده است. در ناحیه حالا هم یادگاری‌های تاریخی زیاد موجودند که حالا کشف نشده‌اند. باستانشناسان و هواداران تاریخ را انتظارند. ما در مرکز قلعه میر قرار داریم. اولین مراتب قلعه میر سال 1952 از طرف یک در مرکز ناحیه قلعه میر جایگیر شده است. قلعه مذکور در قسمت شرقی راه مرکز ناحیه که شرقی آن را به قسمت غربیش می پیوندد جایگیر می باشد. قلعه میر دیمنه بسیار قبرده مصنوع به ابتدای قرن 19 میلاد که در حدود شهرک قبادیان واقع است سال 1950-51 از طرف یک نو کشف گردیده است. این زمان در قلعه میر قرار داریم و تنها از طرف شمال، از طرف جنوب و از طرف شرق تنها 3 دیوار خرد باقی مانده است و اینک ما هم میریم میبینیم. وقتی که ما سفر کردیم به قلعه میر ما یک چند سوراخ‌های را دیدیم که برای ما خیلی هم عجیب بود. خیلی که میبینید این سوراخی دوم قلعه میر است که یکی از سوراخی های کلانترین قلعه میر می باشد که این زمان ما هنگام سفر در قلعه میر دیدن نمودیم که در حقیقت هم دیوارهای قلعه میر از خشت خام ساخته شده است و خیلی هم تا به امروز مستحکم باقی مانده است. یادگاری دیگر با نام 14 چینار وجود دارد که این خود در ناحیه قبادیان جایگیر بوده. من هنگام صحبت با مردم این محله صحبت کردم. من از این را از همین سبب 14 چینار میگم، یعنی در یک شب این یادگاری بنا شده است. چخیلی که مردمی همین دیگه این یادگاری دیگری است در ناحیه قبادیان. این یادگاری مسجد است. اینجا خیلی هم بزرگ بود و در نتیجه ساختن منزل‌ها، ساختن خانه‌ها این یادگاری تنها اینقدر باقی مانده است و خلاص.
بعد من با مردم این محلی با مسافران وقتی صحبت کردم اونها گفتن که این یادگاری مسجد است، یعنی مسجد میگن. اما وقتی که ما صحبت کردیم با نزدیکی همین یادگاری بود با اون صحبت کردیم، آنها در صحبت با ما گفتن که این یادگاری مسجد نیست، اما این یادگاری مدرسه است. یعنی وقتی که گفت ما خرد بودیم و اینجا می اومدیم اینجا کتاب ها داشتگی بودن، یعنی همون از این معلوم شود که اینجا یادگاری مسجد نه، یادگاری مدرسه بود است. این بود معلومات ها درباره یادگاری های تاریخی قبادیان.